سنجید سایت تگکی سنجید سایت کاش که میشیدم با مادرم همسایه بیمار شوم سرم به بالین آیا بیمار شوم سرم به بالین آیا کوچه جان ای درکم بود رایا شیرین آچه جان ای درکم بود رایا. ای آچه جان جان و جهان بر تو فدای روز و شب سال و مه بلد نامی خدا. ای آچه جان جان و جهان بر تو فدای روز و شب سال و مه بلد نامی خدا. میشد که نمیشده ای آچه جدا یک دولت یا چه داری بر شاه و گدا. میشد که نمیشده ای آچه جدا یک دولت یا چه داری بر شاه و گدا. سلام باشید. سلام باشم. واقعا هنرمند خوبه. واقعا چخیلی که ما شاهد حال شدیم آوازی بسیار خوب داره، ناتکرار داره. این برادرم زندگی داره، پستی داره، بلندی داره، یک همسر بسیار خوب داره. یک از زندگیش نقل میکند گاه گاه وقتی که خیلی میشینیم در تاقگی یک صحبت میکنیم سر یک پیاله چای، یک بار یک چی میگن یک جنگ و جنجال اویلویش هم نقل کرد این برادر. حالا میگه که وقتی که میگه من یک دخترچه دار شدم، میگه بعدا با خدا داد یک نیم سال پس با یک دخترچه دیگر، یکتاش میگه در گهواره، یکتاش دستی من به چی کم بوده شد. میگه که آیلم کمتر میگه تابش خیره شد، آیلم تابش خیره شد و همه زن مردم شما دوست میداریم زن با یک گرد دارم. گفته است که ما میگن که من خونه پدرم تاقه آمدم تاقه میرم. همه گپ خنوک داریتون شما رویتون چهار طرفتون قبله کوچه پوری آچه به وجدانم قسم یکی قرصه برای آچه های اصیل بزنه که باور کنید همه خیلی گفت گفته است. میگه گفت که من آچه دارم میروم انا فلان بیمدام تاقه آمدم تاقه میرم. بعد دلم به لرزه افتاد، به ترس افتادم که این میرادی حال کودکو چیکار میکنم. من خودم یک واجیزم رنگ کودکم، لیکن یک کنج دلم روشن شد از اون خاطری که آچم در قید حیات است، از اون خاطری که آچم میره قریب میگه 27 سال مرا کلام کرد. بعد او کودک منم میگه همین مادر رو با کلام میکند، لیکن میگه با در کلام یک چی اومد. گفتم که یک شعر میخونم، گفتم اگر زنم دورندش باشد همین شعرها بسیاری منم معناش فهمد درک کند میستد ما زندگی خوب و خوشبختانه میکنیم. اگر میره پناهش به خدا. همین 4 مصرع خواند. من امید جان خواهش میکنم همین 4 مصرعی که خواند که پاشخوری آیلش ای بنگ بود او چی گونه مصرع‌های سرناک بود که طاقت کرد، صبوری کرد و با خداوند یعنی محمد ادا داد. اما 4 مصرع سرناک ما میخوام که قرائت کند برای ما و شما. همینم با میگم که ای روزی که زی من روی به من زار شوی، در صحبت کام نباشی و خار شوی. روزی که زی من روی به من زار شوی، در صحبت کام نباشی و خار شوی. روزی که خدا کند مرا تاجی سران، ای کار
پشیمان شوی. روزی که خدا کند مرا تاج سرانه، ای کارای کردگی پشیمان شوی. ای خدا خار شوی خار شوی، ای خدا زار شوی زار شوی. سلام علیکم. تشکر. نجات خاموش از الله. زندگی یو باخت و پستی بالا بعضی حالتاش نقل میکنم.